اومدیم با آنباکسینگ. دوستان یه دقیقه من گوش بدید، من دلیل منطقیمو بهتون توضیح بدم. اولا برای اینکه توی رو باز کنیم باید دستکش بپوشیم و بهتون بگم که من یک روز آفتابی داشتم همینطوری واسه خودم از خیابون رد شدم، یهو دیدم بغل سطل آشغال یه همچین کیسه زباله افتاده که یکم اینجوری پاره پوره است. نمیدونم می‌بینید یا نه، اینطوری پاره پوره است. یه نگاهی که توش انداختم فهمیدم که میتونه واسه یه بچه مدرسه‌ای بوده باشه و بیایم هم ببینیم مردم چی میندازن دور. منطقه پوزار قسمت اول. از اونجایی که به نظر میاد چیز کثیفی نیست، چون یه مش کاغذ و آشغال چرت و پرت. ولی خب ما سعی می‌کنیم که ایمنی رو رعایت کنیم. اول ایمنی بعدن کار. دیوانه میرقصه در بس به دیوانه ای کف بزن بر. خب اون تردیه خالمون رو حفظ میکنیم و میریم سراغ آنباکس آشغالی. خب دوستان عزیز، اینکه از چند ناحیه پاره شده این هیچی اصلا کاری به این نداریم، ولی دونه دونه بیرون میاریم با هم مشاهده میکنیم. هرچی که بلد و خواب بود نگه میداریم، هرچی که آشغال بود دوباره میریم. خب شروع میکنیم از دفتر چی توش چطور نوشته. بچه‌ها نکنه این دفتر طلسمه ها؟ یکی میخواسته ما طلسم کنه. تشخیص آلودگی هوا، بعد همین حق داشته بندازه دور چون دفتر تموم شده. میریم سراغ بعدی، کتاب انگلیسی که واسه کوچیکاست، یعنی بچگونه است، به درد ما نمیخوره، میندازیم دور. بازم کتاب انگلیسی سری 3 سری 2 بازم میندازیم دور چون به درد ما نمیخوره. دیگه چی داریم؟ بازم دفتر بچه این دفتر خطاطیه. ببین نوشته بخشنده. یادتون باشه تو زندگیتون همیشه بخشنده باشه. بعد دیگه یه سری صفحاتش خالیه، اینو شاید نگه دارم. از تر پلنگی خوشم میاد، اینو نگه میداریم. دیگه چی داریم؟ یه مشت برگه بچه ها، ورقه امتحانیه، آزمون علوم 9 از 10 شده. اسمش هم اینجا نوشته که نمیتونم نشون بدم، شاید بیاد دنبالمون بگه چرا آشغالی های منو گشتی. آفرین بچه درس خون بود. 9 از 10. دیگه اینا هم کاغذه دیگه چی داریم؟ کشنموی استفاده شده. کتاب انگلیسی، بازم کتاب انگلیسی. امیدوارم واقعا به دردش خورده باشه. بازم کتاب انگلیسی. چرا انداخته دور؟ و دفتر انگلیسی دان بوده یا دفتر انگلیسی خالیه، هیچی توش نداشته. من فهمیدم این بچه درس خون نبوده، حداقل زبان رو دوست نداشته چون انداخته دور. و این چه چیز باحالیه. پلگار، اسم پلگار بود. پلگار و اسم این چی بود؟ گونیا چی بود؟ این چی الان؟ پلگار این از اینا مداد نوکیه. اینم نمیدونم چیه ولی خب اینا همشون توی پک بوده. میبینید؟ بال بود. بعدی من میدونم این چیزه، پانچ
بذار یه کاغذ رو هم پانچ کنیم. بچه ها پانچش خرابه، فقط سولاخ میکنه، در نمیاره. این باید چجوری در بیاریم میدونیم؟ نباید همچون خودش در بیاد، ما باید اینطوری در من دیدیم سوراخ کرد. وای اینا چه چیزای باحالیه. چسبای گوگلی مگولی، چسبای گوگلی این رنگش خوشگله. ببینین این خیلی قشنگه، من اینا رو نگه میدارم. کاملا باید La capitale d'Italia e vi dico di più, Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione. استریزش کنیم. جامدادی بچه ها توش یه چی داره. چرا باید یکی اینا رو بندازه دور؟ میبینی؟ مداد رنگی داره، یه سری خاک ازش میریزه پایین. مداد رنگی بذار ببینم مارکش چیه. پیکاسو، شرکت پیکاسو اگه میخواد اسپانسرش بشم حتما این ویدیو رو لایک کنه. مثلا نوکاش شکسته ولی خب نمیدونم، حتما به کارش نمیمده. ولی خب مداد رنگی که خیلی بالیه. خطکش، یه دفتر دیگه که توش نوشته I love you. بچه ها من همه تونو I love you با چند رنگ نوشته، به درد نمیخوره. 2000 years later. یه جامدادی دیگه. وای یعنی چی میتونه توش باشه؟ پنبه است. خودکار، پاکن. بچه تازه با پلاستیک نوش انداخته دور، نگهش می‌داریم. و یه پاکن دیگه. من خیلی پاکن دوست دارم، باحاله. و این تو دیگه چیز دیگه وجود نداره. میریم بعدی. ماژیک. ماژیک که نوک نداره. این مدادیش گوگوله، خیلی بامزه است، دوستش دارم. یه چی داریم، خیلی آتاشخال داریم، خیلی کاغذ داریم. اینا از کاغذی که به درد ما نمیخوره. این سراغ بقیه. تل صورتی. دلم نمیخواد بزنم، واقعا دوست دارم. نه دلم نمیخواد بزنم. این چیه؟ نمیدونم چیه. اگه شما میدونید حتما بهم بگید. دفتر فروزان. دفترچه فروزان بود؟ آره فروزان ورژن ایرانیشه. دفترچه فروزن. بعد دیگه چی داریم؟ کاغذ دوباره داریم. این پنبهه. دیگه چی داریم؟ خودکار نارنجی، خودکار آبی. تو خودکار آبی چی نیست، فقط شکل خودکار آبی که خالیه. دفتر مربع‌دار. ببین چی گفته؟ چهارخونه. دفتر چهارخونه برای چی هست؟ دفتر چهارخونه برای چیه؟ بچه‌ها اگه گفتیم من نمیدونم واقعا.
رنگ‌آمیزیش میکنن، دفتر کتابخونه رو چیکارش میکنن؟ بعدی ببینید چی داریم اینجا. CD کتاب انگلیسی، CD کتاب انگلیسی. نه تنها کتابشو نخونده بلکه CD-هاش هم انداخته دود. واقعا که بچه ها یه ذره البته پشت جیب‌های کثیفه، قابل استفاده دیگه نمی‌کنم واسه، ولی این کارتون خیلی دوست داشتم. کیا این کارتون رو دیدن؟ بیدار شد. دن 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 داشته دیگه. بالاخره تو آشغالی وقتی انداخته باشه یعنی قابل استفاده نیست، وگرنه چرا باید بندازه تو آشغالی؟ و عالی شد. میخواید بهتون نشون بدم بچه ها. نقاشی نظرتون رو یه بچه چند ساله کشیده، خیلی بامزه است. آخه اونطور که به نظر میاد بچه است یا نمیدونم پاره شد، پارش کردیم. بریم سراغ بعدی. این خیلی چیز باحالی به نظر میاد و انگار که تازه است. انگار که تازه است. باشه نمیدونم چیه ولی یه همچین چیزی ملیه. فکر میکنم واسه دانشجوها مناسب باشه. توش چی میذارن؟ دفتر کتاب اینا نمیدونم، بالاخره چیز باحالی. یه دفتر تازه کاملا تازه که فقط صفحه اولش نوشته که و چسب. بچه ها بازم چسب رنگی. وایسی کل چسبایی که اینجا ریختن رو بهتون نشون بدم. اینا همه چسب. دوباره چسب. بچه‌ها اسم این آبرنگه. البته یه چند تا شکسته، این دوتاش نداره، اینا شکستن یک اول. خب بریم سراغ بعدی. چقدر سنگینه. یک عدد کوشه بود اسمش، خیلی سنگینه. نمیدونم توش خورم که نیست، ولی یه کتاب داریم اینجا که انگار که خیلی تازه است. میگم خیلی تازه، این خیلی تازه. دیگه چی داریم؟ نقاله گونیا. این اسمش نقاله بود. نقاله گونیا خطکش توی پلاستیکه و توی اینه، پس یعنی تمیزه. شاید هم نیست، نمیدونم. دیگه چی داریم؟ یه سری آتاشخال برگه دوباره توش هست که به ما ربطی نداره ولی پوشش به درد بخوره. بریم سراغ بعدی. این یک دفتر سبز، چقدر سبز چمنی. ببینم توش چی نوشته. وایسین براتون بخونم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما شیعه هستیم و میتوان گفت ما اهل سنتیم، زیرا ما بر سنت فرستاده خود دفتر دینیه. بعدی سبز، زبونم قورباغه است. این قورباغه است. قورباغه خری. این قورباغه بیشتر شبیه خفاش سبزه. بعدی بازم از این سوراخ کنه بزرگ. مادر بچه.
مادر بچه. نمیدونم به چه دردی میخوره ولی خب دلم خواهد نگهش دارم. یه دفتر دیگه. ما دفترها همه توش خالیه. خب فقط شکل رو دوست دارم. طبیعت، گل، اینا رو مثل اینکه دوست نداشته چون انداخته دور. یه دفتر دیگه. مثلا ببینیم تو این چیه. اینم خالیه. یه دفتر دیگه. اینم توش خالیه. بازم دفتر. حالم از دفتر داره. یه نارنجی دیگه هم داشتیم بچه ها. بازم چسب و یه عالمه از اینا اینجا ریخته. نگاه کنید این اسمش چیه؟ از این گیره ها خیلی بامزه است. این هم باله. دیگه چی داریم؟ این هم فکرم جای همونه. کاغذ رنگی. تلفن. نه، پاکن تلفنی. که وسط نصف شده. الان نصف شده. قبلا دیگه چی داریم؟ وای من این کارتون رو اینقدر دوست داشت. بچه یه چسب ازش آویزونه. همطور که ببینید چسبش هم خیلی خوش رنگه. دستکشم پاره شد. نداره هوا هم ازش میرسه. دستکشم پاره شد ولی خب اصلا نگران نباشید. خب نتیجه میگیریم که مردم وقتی یه چیزی رو میندازن تو آشغالی حتما آشغاله و ما نباید همیشه کنجکاوی یا فضولی بکنیم. بدونم متوجه منظورم میشین یا نه، ولی این همه آشغال آوردن تو خونه آشغال لطفا تو خونه هاتون نیارین. هر چیز اضافه‌ای که بگوین داریم بندازین دور. مثل من کلاغ نباشین که هرچی پیدا میکنین بیایید تو اتاقتون اینجا رو به گند بکشید. من باورم نمیشه این همه آشغال دور خودم جمع کرده باشم. باورم نمیشه. خیلی خوشحالم که تو این ویدیو با من همراه بودین. مرسی که منو تحمل میکنین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگه دوست دارین بازم از این ویدیو بگیریم حتما تو کامنت ها بهم بگین. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. خداحافظ.